بعد داریم که میگن یه نفر رو محب امیرالمومنین میارن تو صحرای محشر. وقتی که اینو میارن تو صحرای محشر، گناهاش از کل دریاها و کوهها وزنش بیشتره، به حدی که از کنار هر کسی تو صحرای محشر رد میشه نگاه میکنه میگه این که دیگه نجات پیدا نمیکنه، همه نامیدن ازش. خدا بهش میگه بنده خطاکار من، این گناهات چیزی داری برای نجات خوده؟ نگاه میگن لا ادری، نمیدونم. به این فرد گفته میشه که میگه برو تو صحرای محشر خودتو به اسم معرفی کن، منم شیخ اسماعیل فرزند فلانی شهر تهران. خب کسی هست من بهش خوبی کرده باشم بیاد کمکم کنه؟ داد بزن، شاید یکی شناخته. تو روایت میگه اولین نفری که صدا میزنه میگه میشناسمت علی ابن ابی طالب، یا من میشناسمت. بعد امیرالمومنین که میگه من میشناسمت، کلی از محبین امیرالمومنین میره سر این، میگه همه میان میگن آقا این برای ما مثلا آب آورده بود، این نماز ما مال ایشون، آقا این برای ما غذا آورده بود، این روزه ما مال ایشون. میگه همه کمک میکنن این گناهاش پاک بشه. بعد امیرالمومنین میپرسه از اینایی که کمک میکنن، میگه خب حالا خودتون میخواید چیکار کنید؟ اونا میگن آقا ما سر محبت تو واسطادیم، ما رو محبت تو حساب کردیم. خداوند متعال وحی میکنه که بنده های من با این کاری که کردید کل حق اللهش بخشیده شد، ولی این آقا خیلی بدهی به اینو اون داره، کلی دل شکسته، حالا میخواد چیکار کنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میگه که خدایا تو بگو ما چیکار کنیم. خدا میگه علی جان برو با کسانی که توسط این آقا آزرده شدن و کارش گیر اوناست باشون رایزنی کن، ببین چه جوری راضی میشن. نزار فاطمه زهرا سر تو به کسی رو بندازه، ببین کی گفت میری بهشت ولی به چه قیمتی میری؟ پشت یه بازیگر غیبت میکنه که فاطمه زهرا میاد همه اینایی که این بهشون ظلم کرده رو جمع میکنه. مولا میگه که این محب ما کارش گیر شماست، میتونم من چیزی بهتون بدم شما رهاش کنی؟ اونا میگن علی جان یک نفس کشیدنت در شب لیلة المبیت که جای پیامبر خوابیدی، یه دونه نفست رو به ما بده. مولا قبول میکنه، میگه یک نفسم مال شما. آقا اینا رو میبرن بهش، روایت میگن اینا هی میرن تو این برا نگاه میکنن، این قصر رو نگاه میکنن، اون قصر رو نگاه میکنن، هی میرن این طرف رو نگاه میکنن، اون طرف رو نگاه میکنن، انقدر میرن میگن خدایا چرا پس کل بهشت دادی به ما؟ خدا جواب میده این کل بهشت نیست، این یک نفس علیه، کل بهشت نیست، شما میرید به تهش نمیرسید.